خلاصش همین که الرحمن علی العرش استوا به معنای استولیه یا به معنای که غالبه. خداوند بر عرش هم غالبه، نه به معنای که در عرش هست گفتگی نیسته. اگر ما بگیم که مثل سلفی ها بگیم که در عرش هست، در اینجا گویو که به خدا مکان میتی، خدا جسم نیست، خدا مثلا که پهنایی و درازی نداره، خدا را به مخلوق مانند کرده نمیشه و لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. مثل هیچ چیزی خدا با مثل هیچ چیز نیسته و هیچ چیزم به خدا مانند شده نمیتونه. وقتی که بگوی در عرش، این معنوش همون به خود گویو که به خدا مکان دادی، تو خیلی مکانش دادی، در عرش جوش کردی. بعد پیش عرش خلق کردن، عرش مخلوق عرش خدا خلق کرد، پیش عرش خلق کردن در کجا بود؟ نه تا در هیچ مکانی، نه مکانی زیت خالی. همین شاید خداوند در اما قیدو میگن که تو یگان مکانی نداری و هیچ مکانی مست خالی نیست. ولی این گپو بحث مناظره زیاد داره. بحث مناظره های مثال همونی که بسیارتر وهابی و سلفی ها میکنن در عرش جوش میتن، او یک قومی هستن مذهب مجسمه میگن یورا، یعنی خدا را تجسم در همون جا میکنن، در کرسی میشنونن و در شیشتگی میگه در عرش در کسی نشستگی گپوی بیهوده نمایو. اینا بعد دمی یه دلیل میارن که گویا که امام ابو حنیفه در فقه ابسط گفته باشن که کسی که نگوید الله بر عرش است کافره. میره نه خیلی نیست. بر بالا بودنش قائل امام ابو حنیفه بر بالا بودن، بر عرش نه، بر بالا. مثلا دعا کردن اما دستور بالا میبرداریم، ما بر بالا بودن الله تعالی مثال که قبول داریم. اینه که مکانش نمیتیم که در عرش در کرسی در فلان جای گفتن.